توی این ویدیوی آموزشی قصد داریم تا به بررسی بروکر ایکس چیف بپردازیم که با نام قدیمی فارکس چیف هم قدیمی ترها میشناسنش. این بروکر از سال 2014 هستش که فعال و نزدیک به 11 ساله که خدمات ارائه میده و برای حسابهای معاملاتی متنوعی که داره مثل سنت و حساب اسلامی که با اسپرد پایین و اهرم تا نسبت 1:1000 ارائه میده و خب طبیعتا روی پلتفرم های مطرحی هم هستش مثل متا تریدر 4 و 5 و سی تریدر که میتونید از اونها برای معاملات خودتون استفاده کنید. اما یک مشکلی که داره رگوله ضعیف تیر 3 داره و ممکنه که یک مقدار چالش داشته باشه. اما به صورت کلی این بروکر امتیاز تایید از کارشناسان بازار بروکر دریافت میکنه. خدمات دهی به ایرانیان انجام میده، احراز هویت اجباری داخل این بروکر، پشتیبانی چت آنلاین داره، پشتیبانی فارسی داره. یک نکته هم که بسیار بسیار برای ماها از اهمیت بود سرعت پاسخگویی پشتیبانی بود که در کمتر از 15 دقیقه پاسخ دادن، مشکل ما رو برطرف کردن. واریز و برداشت ریالی و واریز و برداشت با تاپ چنج و ارز دیجیتال در این بروکر وجود داره. همچنین پرفکت مانی هم میتونید استفاده بکنید. اینستنت اکزیکیوشن پشتیبانی میکنه، معاملات STP پشتیبانی میکنه و معاملات ECN هم پشتیبانی میشه. همچنین ما به صورت کامل بونوس های این بروکر، اسپرد های این بروکر و کارمزدها و نمادهای معاملاتی این بروکر رو برای شما قرار دادیم. توجه کنید که در صورتی که مشکلی یا خطایی برای شما به وجود اومد، در وهله اول با پشتیبانی این بروکر بررسی کنید و اگر مشاهده کلاهبرداری کردید یا مشکلی وجود داشت، حتما از طریق بخش ثبت نظر به اطلاع کارشناسان ما برسونید تا ما مجددا بررسی بکنیم. همینطور که میبینید آدرس سایت اصلی وبسایت xchief.com هستش. وارد هیچ آدرس دیگری نشید چون ممکنه کلاهبرداری ها و حالا سایت های فیشینگ وجود داشته باشه. حداقل واریز داخل این بروکر $10 آمریکا یا 10 تتر هستش که شما میتونید از اون استفاده بکنید. همونطور که عرض کردم داخل تاپ چنج و سایر بخش ها میتونید وارد بشید. حساب اسلامی پشتیبانی میکنه، قابلیت حساب پم یا کپی تریدینگ هم داره و از تتر و بیت کوین و وب مانی و اکسچنجر های محلی هم پشتیبانی میکنه. یک نکته خیلی مهم اینه که پشتیبانی فارسی این بروکر 24 ساعته و در 7 روز هفته فعال هستش. این بروکر تا $500 بونوس خوش آمدگویی داره که شما میتونید از اون استفاده بکنید. برای بررسی بونوس وارد صفحه بونوس های این صرافی میشیم. همینطور که میبینید اینجا اطلاعات مربوط به هر کدوم از بونوس ها رو قرار دادیم و نحوه دریافت بونوس ها رو گذاشتیم که شما فقط باید ورود به این صفحه و انتخاب رو اون بونوس مناسب میتونید وارد این بروکر بشید. اینجا ما روی دکمه بونوس بروکر چیف اگر کلیک کنید میتونید وارد بشید. همچنین در بخش اسپرد ها ما میتونیم اسپرد های این بروکر رو روی نمادهای معاملاتی مختلف ببینید و لیست جدولش قرار داده شده. اسک و بید رو قرار دادیم و اسپرد هم قابل مشاهده است. همچنین نمادهای معاملاتی این بروکر قابل مشاهده هستش که شما هر کدوم رو که تمایل داشتید میتونید اقدام به معاملش بکنید و برای ورود به این بروکر فقط کافیه روی لینک دکمه کلیک بکنید. وارد صفحه انتقال ایمیل میشیم و همینطور که میبینید زبان فارسی هستش، منوها فارسی هستش و اینجا ما میتونیم زبان رو تنظیم بکنیم، تنظیمات مربوط بهش و این بروکر گلوبال هستش. دقت کنید که پایین‌تر وقتی بریم حساب‌های معاملاتی رو اینجا برای ما قرار دادن، توضیحات کامل، امتیازات و بونوس ها، بونوس رایگان $500 $100 داریم، بونوس خوش آمدگویی تا $500، بونوس سرمایه گذاری، بونوس مسابقه نهنگ طلایی که یک مسابقه بسیار ارزنده و ارزشمند هستش بین کاربران که شما میتونید اجرا بکنید، مسابقه شرکت بکنید، همه میتونن با شرکت بکنن و فصلی برگزار میشه. اعتبار معاملاتی به شما میده. این بروکر حساب دمو هم پشتیبانی میکنه و طرح بیمه 30% واریز داره که بسیار حائز اهمیته. همچنین با کلیک روی این دکمه وارد صفحه سایر بونوس ها میشیم که روی هر کدوم که کلیک کنیم توضیحات کاملتر و بیشتر
برای ما نمایش داده میشه. اما بیاید بیشتر در مورد رگوله و این بروکر رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یک نکته ای هم که وجود داره، این بروکر اپلیکیشن های اندروید و iOS هم داره که داخل گوگل پلی و اپ استور در دسترس هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. پایین تر اگر بریم ما چگونگی حساب‌های معاملاتی رو داریم. حساب ایکس پرایم وجود داره که شما میتونید از اون استفاده بکنید. حساب معاملاتی سنت وجود داره که یک حساب معاملاتی محبوب هستش. اهرم تا 500 هست داخل این حساب و ارزش هم متفاوته. حساب کلاسیکی رو داریم که تا 1000 هستش اهرمش و طریق معامله با موبایل هم میتونید انجام بدید و حساب دایرکت اف ایکس رو داریم که میتونید معاملات ECN رو باهاش انجام بدید و حالا ارزهای این حساب هم مشخص شده. و اما حساب معاملاتی ایکس پرایم که محبوب ترین هستش و میتونید از اون استفاده بکنید. کمیسیون ها هم مشخص شده. برای افتتاح حساب باید ثبت نام کنید. پلتفرم معاملاتی مثل متا تریدر رو داخل دستگاه معاملاتیتون داشته باشید. حالا اگر موبایل، اگر کامپیوتر فرق نمی‌کنه، متا تریدر رو باید نصب کنید و اطلاعات مربوط به سرور رو وارد کنید، حسابتون رو شارژ میکنید و اقدام به معامله میکنید. پایین‌تر اگر بریم ما اینجا در مورد اطلاعات این صرافی عذرخواهی میکنم بروکر داخل فوترش درج شده. همچنین با کلیک روی دکمه مجوزها میتونیم به بررسی معاملات و حالا عذرخواهی میکنم بررسی مجوزهای این بروکر بپردازیم. همینطور که میبینید اینجا قرار داده شده اطلاعات مربوط بهش MISA و FSCA. حساب‌های اسلامی داره و مشخصات قراردادها و تمام موارد رو میتونیم اینجا مشاهده بکنیم. اطلاعات مربوط به حساب‌های اسلامیش داخل این بخش ذکر شده. همچنین در صورتی که میخواهید بدونید که چه بروکرهای دیگه‌ای هستن که حساب اسلامی ارائه میدن، میتونید به صفحه مربوط بهش داخل وبسایت بازار بروکر مراجعه کنید. لینکش رو داخل کپشن قرار دادیم. حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بود.